عرض سلام احترام خدمت شما بینندای عزیز تلویزیون تابان از برنامه کوچه باغ در خدمت شما هستیم. بینندای عزیز خوشحالیم که باز هفته خوبی فرا رسید که در خدمت شما با تیم همکارا باشیم. امروز کوچه باغ فرق میکنه به خاطر از اینکه امروز ما آمادیم داخل بازارها، چون شب عید هم نزدیک شده. انشالله 3-4 شب دیگه بیشتر نمونده به عید. انا که عید خوب و خوشی هم بینندای ما داشته باشم. آمادیم که ما از برادرها و از جوانا و از مستفیدا سوال جوابای داشته باشیم. انشالله شما خواهشمندم دیگه که ما را همکاری کنیم. بخیر چربی میسوزونه یا بیشتر وزن بیشتر میکنه؟ نه وزن کم میکنه. بسیار خوب. اینا به کرونا هم فایده داره؟ به کرونا خود 100% ضد کرونا اینا. اینا سیرونه یا دونگی؟ اینا دیگه به حساب کیلویه. کیلویه؟ بله. کیلو چنده مثلا؟ اینا مثلا کیلو 80 روپیه، ما به 70 میدیم. به 70 به 61 خود ما بخریدیم. 61. ها والا انت خراب هم تعبیری میشه. بسیار خوب. 61 روپیه. 61 روپیه. تمن افغانی. تمن کلی نمیچله. تمن همود برفتاله. تمن کی ما یا خود تمن گاب زنوله. این خدمت شما میکنه. چی خدمت؟ بسیار خوب. اینا مثلا بعض روزا بوده باشه که از صبح تا باشم استاد شده باشین دستلاف نکردیم. همین مینا و پختوکا سر چیز غیر از اینا که من کلمه از اینا باف کردیم. خوبی تا کنه شده نه، چون اما لیمو تروش مثلا بالاخره هر چی باشه طلب داره. خب اینجا شما استاده شدیم به زی سایا، به زی مثلا به زی منطقه که مثلا حدوداً یا کسی نیه. اینا جای باشه که حداقل داخل بازار باشه، شلوغ باشه، اونجا بیتر میشه. سر چاش گرمه داخل بازار. بفهمیدیم من بار ما خراب میکنه. این پشمرده میشه مثل یک کات پلاستیک. اینجا یک تاره بالاخره فروش هم داره تا رو به نمازگاه که بازارا باز پکارچه. از صبح تا شب چند کیلو میفروشید؟ از صبح تا شب یعنی شاید 40 کیلو 50 کیلو بفروشیم. نام خدا خوبه دیگه 40 تا 50 میمونه شما. دیگه میمونه خوان خوش میشه، خراب داره. اینا با چیکار کنم دیگه؟ اینا همین که بخکول همین لیمو بخکول که خوشه پرتوی کنه میشه، اینا که باکتریای میاد پرتوی کنه میشه نه دیگه تا بفروشیم ولی باز تا یک چیزی بده کنی. خدا میدونه بده کده بتونیم نه. انا مثلا همین خوش کشم ما مال کیلو 30 روپیه بشه ما بدم. کیلو 61 روپیه مال افتاده. خورده کمیشه دیگه. خورده کمیشه دیگه ولی مردم کمک ناز میکنن. خب شما هم ناز کنید. خب ما ناز کنیم نمیشه ناز ما دیگه لالا کار تیار میکنیم. اما بینندای چش برای هم میگم همین لالا رو اشاره کنید یک 4 بیتی بخونن. 4 بیتی؟ با بیلا ما 4 بیتی بلد نخواه باشیم. چوب کنیم بینندای عزیز سید کنیم. یعنی بله. باور کنیم 4 بیتی بلد نیم. برن گپ پینیه دیگه. حال نمیشه خوندن بکنم. خوندن بکنیم وا وا وا. برادر به افتخار اینا کمی چک بزنید. بله. شیر بچه راتم از راتم چون شاخه نباتم از دیهاتم شیر بچه راتم از راتم شیر بچه راتی مقبول و خوش زبانی با همراه تلویزیون تابان مصاحبه داری. ماشاءالله اینا کو خیلی بلدم میومده. شیر مادر شما خیر بینید. قربان شما. شو اگه خود شما میرید خیار خوشحال باشیم، موفق باشیم، خیر بینیم. تشکر از میلان تلویزیون. کجا بخیر بگیرید که باسکل بجون باسکله یا اسکینه باسکل یا خود منه. شما این لباسا از کدو ارگان چیه؟ ما از سرسبزی. از سرسبزی؟ بله یا خوشمی سرسبزی ها لباس داره؟ سرسبزی یعنی نفر شهرولی؟ بله پرسونال شهرولی. بله پرسونال شهرولی اینجا چه کار میکنین؟ ما اینجا کار میکنیم، همین تانکر اونجا ماشین خونه این. بله یا نه سرسبزی دیگه چیزیه، تانکر رسیدگی با پارکا میکنیم، به سرسبزی میکنیم، به می درختها گلها برای اینا رسیدگی میکنیم. بله یا که مردم از این استفاده کنن از این سایه. خب همین برادرایی که بعضا به داخل این پارکا ما میبینیم بله اونجا بگرفتم یا گله‌بازی میکنم. بله فهمیدیم، یا مثلا اونجا قراره که دیگه مخلط میکنم، یا برادر که شما در اونجا فریزار میکنم. بله. اینا چه کار میشه؟ اینا دیگه باید جلو از اینا گرفته شه دیگه. اینا با ما کو مربوطی نداره چون ما کارگریم، باید به اینا رسیدگی کنیم. چرا شما وقتی همین پلیس همین لباس بر شما نه اجازه دارین که اونا نگذارین که خب ما توقیت به دستمون علف درو میکنیم، ما میریم بل بر میداریم بل میزنیم، ما بزی کار رسیدگی میکنیم، آبیاری میکنیم. بعد که ما که نمیتونیم اونا رو بیرون کنیم. اگه با اونا گپ نکنیم سعی کنیم بیرون نکنیم. شما با ما بگیم بله. لالا جو همین میوه‌دونه چیزی میخوری پارک این فضای آزاد اینا برای اکسیژن اینا شما میگین مشغالار میندازین دیگه. اینا بزی گپا گوش نمیکنم، بگی اما بوت بی تفاوتم میندازم به حرف گوش نمیدم. اینا کاش کن فهمیده باشم بفهمم که می شهر ما تمیزی ما یعنی خانه ما
تمیز باشه. بله بسیار خوب. چند معاش دارین؟ ما فعلا 4800. 4800. ایتا کوپینی مثلا اضافه کاری چیزی هم دارین؟ اضافه کاری که داریم بله آخر سال اینا میدم. پول تیل موتر شما میدن؟ دیگه پول تیل موتر مو اگه تیل بخوره ولی ها. چی میخوری؟ او میخوری؟ او میخوره ولی ها میته. بسیار خوب. خب 4800 ری شما معاش دارین. بله بله. آیا گزارش شما میشه؟ خدا شکر اگه گزاره کنیم میشه ولی ها. چه کار کنیم دیگه حالت فعلا که به این باید قناعت کنیم. خود زد گزاره نکردیم. خود زد گزاره نکردیم. چاره و چیه؟ با مو کمی میسازیم دیگه چیکار کنیم دیگه حالا کمی نه دیگه از کجا بیاریم بیشتر؟ خب نمیتونیم بریم یک شغل آزاد بگیریم یک کار بگیریم که حداقل روز 200 که بگیر شما بیارید. حالا شغل آزاد از اینا بپرسیم اینا هر کدوم منو بچر دیوار شما نه 10 تا یک سر کار نی. از اینا بپرسیم. خب من یک کار به شما یاد میدم برای قرار آزاد هم است ارزون هم سرمایه هم نماید. ملخ بگیرید. خب باز به کی مگرم به شما بفروشیم دیگه میخرید؟ خب 16 تا به 1 روپیه. چه بکر خوب. بسیار خوب خوشحال شدم از دیدن شما. زنده باشیم تشکر ما چاش شدیم. زنده باشید چاش تو نون خوردیم من باز ان شاء الله باشه نون شما. سیه. یا خوندن میکنید. خوندن دیگه کار دارم نمیرسم دیگه. برین دیدید؟ بس که سچار. برو بخیر. ماندن باشیم اجی محمد. سلامت باشیم قربان شما. سلام من برای شما و برای تماما دستن در کارهای شما. قربان شما. تلویزیون تابان و برادرای میراتی ما پیش از صمیم قلب عید برای همه هموطنان عزیز خو، برای تماما سر تا سر افغانستان و امت مسلمین که در هر جا که هستن عید خوبه و عید با نشاط داشته باشن که خدا رحم به دل از این برادرها بیاره که اینا بشینن با هم به حساب یک صلح بیایه دیگه. کمی مردم دل از اینا همه شکسته، همه همین اینا بگیم عید دارن ندارن ولی به دروغ دل خوش میکنن ولی مجبوریم چی کنیم. ما فعلا همین سوختن و سازگار چی رقم همین بسازیم و بسوزیم و بسازیم. خب حالا کم دعا میکنیم که الله پاک دیگه یک راه حل فصل یک صلح سراسری برای همین کشور عزیز ما که دیگه 42 سال در آتش جنگ میسوزه ای دیگه. به لیاز خدا خواهش میکنم از این زورمندا که دیگه بشینن، بس است دیگه. قدرت طلبی هم بس است. همون زر فکر کنن اینا به کجا میرن. همون زر بگم الحمدلله رب العالمین، ثنا و ستایش الله پاک مخصوص به الله پاکه. ما و شما ثنا و ستایش ما مخصوص به الله پاکه. الرحمن الرحیم رحم کننده اونه. مالک یوم الدین بفهمن که اینا مالک یوم الدین کینه. اونجا از چوکی و مقام و دیگه پرسان نمیکنم از انسان. مالک یوم الدین الله پاک میاد اونجا قاضی میشه میگه بیا جواب بده. چوکی جواب نده به من. چه کار کردی به بندگانم، به کشور خو، به خاک خو، به مادر وطن خو چی کردی؟ خیانت کردی به لیاس خدا. بس دیگه این مردم میسوزه با آتش جنگ. بس است به خدا به قرآن شو خو نداره معامله. همین تماما مردم ما نارامن. شو میگم ایده همی ساعت به هم میرزن. خیر باشه خدای پاک در خیر و دعا کنیم هم میگیتون دهناش ما پاک مسلمانیم که یک صلح سراسری بیایه که جوانا برادرها مسلمانا بفهمن زندگی خود. همین عیدیه به خدا عمل دل مردم شکسته تکه تریش خدایا این عید به سر ما عید خواه شد یا این ماتم خواه شد. واقعا نموتوره نه؟ شما از ایراتون؟ بله یا بسیار خوب. شما 30 سال و 25 سال پیش بله تا به حال بله چی فرقای که آمده بابت عید چی بوده؟ خیلی دیگه چی ما کجا بگیم؟ هر چی بگیم یک ما فکر کنم که ما وقت طفل بودم یک ما که به عید میمون مردم خیلی با شور و نشاط و با خوشی و با دگه یک ما خب ما میگم 1000 روپیه هم میگیریم دیگه. بینندای عزیز گردن شما بند باشه. خونا خور کاگل کنیم به قصه رنگ نشیم.
این 3000 روپیه اینا مال بس شما گوسفند قربونی میدن کلالا. خب دیگه زحمت داره دیگه. نخد بس کنم آخه زحمت داره، هر چیزی حسابی داره، از خو حساب و کتابی داره دیگه. ایتا نمیشه شما ما مثلا به قول شما و به قول مردم ما هنرمند هنر داریم مگر برم خود شما گپ زنم بگم 500 بدیم. خب دیگه بالاخره شما هنری داره، ما هم هنری داریم بگفتیم دیگه که 1000 هم رنگ میکنه با 3000 هم رنگ میکنه 5000 هم رنگ خب اناله همون که به 3000 رنگ میکنین تو به 1000 رنگ میکنین فرقی شما ببینین دو بگین. فرقی اوی که 1000 به رنگ میکنه مثلا ساده تر مایه کم جنجال کمتره. اوی که 3000 پی میگیریم به بالا یک اتاقی تا 1 روز کار میکنه اوی تا 2 روز 3 روز کار میکنه خود یک شاگرد یا 2 تا شاگرد. روز 500 روپیه به شاگرد میدیم و خود ما چند میمونه خود ما آموزم شاگرد 80 دیفهم شما 80 یا 90 روپیه میمونه. بسیار خوب. مجرد میگه متعهل ما متعهلیم. چند اولاد داره؟ خداوند ببخشه دید تو الهی آمین. یک پسر یک دختر. ماشاءالله ماشاءالله. خب مادر بچه ها فامیل هم یا بیگونه؟ فامیلم. خب از شما چند فامیل شما پول گرفتن؟ از ما دیگه پیشکش دیگه چیزی نگرفتم. حدوداً حدوداً بشده 4 لکه. شیروا بوده. بله بدون شیروا چند نمیستونم شما اگه قوم شما نمیبینم چند نمیستونم؟ اگه قوم نمیدی 6 لکه میستونم 5.5 لکه میستونم. بسیار خوب حالا بسیار خب خوب. میفهمی رقم دیگه. نه از خوشو خوب بیشترتر رزیم یا خسور خوب؟ خسور مگو خداوند بیا مرزه فوت کردم چند سال میشه دیگه وقتی که زنده بودم از هر دو نفر. نه ترسیم اینا شما نمیبینم. از هر دو نفر. مثلا میگم مال شما به جلو تلویزیون گفتین که من مثال میگم خوشو خور نمایم نماشون کی گفتم نمایم؟ مثال گفتیم گوش کشیم مثال گفتیم شما نمایم خوشو بله. خور میریم به خونی خوب اگه بیخکلگی دست مادر بچه ها بخورین غم نداره. بخکلگی که بخکلگی هم نمیشه دیگه. حالا شرایط میره غم بخکلگی هم نمیشه خوب. آه لاتم بخورین؟ نه حقیقت لات هستی؟ نخوردم نه واقعا لات نخوردم. دومه سر شما مکامه دیگه. دومه سرم مخم ولی این یک بار دیواری که کفگیری بخوری خود کرای نمیکنه. بسیار خوب. 1-3-4 شب دیگه یا کمتر یا بیشتر به عید مونده. ما با شما عید هم تبریک میگیم. شما توفی چیزی هم داریم برای بیننده؟ ما عید به شما به بینندگان عزیز به هم تبریک پیش از پیش تبریک میگیم و سال سرتاسری به هم آرزو مانده. قربان شما. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشین بچه‌ها. های های. سلام علیکم. اسم شریف شما؟ اسم شریف عبدالواسع. قربان شما. ای خان بسته دوگمان که به خیر خوشی هیچی نداره. استغفر الله. داره؟ بله او. بسیار خود خوب. تن نوی دیگه گرمه دیگه. شما نونوایی؟ بله او. خوب. نونوایی داره مثلا چی وظیفه اجرا میکنید؟ ما نخون میکنیم برو. بله گاهی نخون میکنیم گاهی پخته میکنیم. بسیار خوب. بله. خود شما نونوایی؟ نه ما شاگردیم. شاگرد. بله. چند میدم شما؟ برای من روز 2.5 میدم و 7.9. 7.9 320 روپیه. 320 300 بگیریم. چرا 20 با چیکار میشه؟ خاطر دیگه باز هیچ 320 روپیه. 320 میشه بله. دیگه. 7.9 البته شما نونو چوکه راست. حساب میکنید. نه. نه دیگه چوکه حساب نمیکنم. جلوه که بودک کارا برنایی بله. کارا دکندری هر کسبی که بودک چای شکر میدادم. بله. حال به من نونوایی شما صبح برای شما چی میدم؟ واقعا دیگه چی برابر شد گاهی تخمر پخته میکنیم گاهی چای شکر بشه دیگه گاهی خامه میخوریم گاهی جلبی میستونیم فرق نداره. به تمیز سرخ جلیبی. نه دیگه به تمیز. یعنی که موثر شما پاک برخته. چیکار کنید دیگه؟ شما به می جلیبی میت سرخ و سفید. راست می. بله او. اگه از من میفهمین شب و روز یله ندیم را جلیبی. باور کنیم میتونه. خب متعهلم یا زن داره؟ ملالم ایش کردم. ایش کردم ها؟ بله او. ماشاءالله نام خدا. تیار کجا خوشحال میریم باش. حالی بخیر؟ حالا من نیت دارم برام بخونم ان شاء الله. حالا نونوایی فرق شده. بله او. خیر هم به جلو شما ما میخوایم. همچنان تیار خوشحال باش. شما بخیر باشین.